салом алейкум бародаро. Шумо моро интизор будем? Шумо ариза кардем ба далери мамолӣ? Масъала чи аст? Яъне проблема чи аст дар ин деҳа ки шумо ба журналист муроҷиат кардед? Проблеми мо намо раҳо гӯристон. Чи аст раҳу гӯристон чон чӣ мушкил дорад? Мушкиле дорад ки раҳи гӯристони қадимро аз тарафи ҳамаи беосфери маҳкам кардагиянд. پولی علف میدادیم، پولی مول میدادیم، پولی گو میدادیم، پولی سیالف چکری میدادیم. ҳатман бирасонед ки мардум оромгоҳуш ҷаҳоди мамнунгоҳ кардаганд ва мардум ворид шуда наметавонад ба оромгоҳуш. ҳамира бирасонед. ҳамун муаллимам ба восита шумо ворид кардем инҷо. خیلی خودشون چیز کردن نموندن مونا همه خیلی جونید نموندن مونا شب موندیم برفتی پگاه سری آمدیم یا بل زدیم بیگا در میجه بدیان پگاه سری همه چی ساعت 6 آمدن نخی الان ساعت 6 آمدن نموندن مونا بل کدمر مونا گریستم فور دادن یون نمیکنه میبرون سوت دال میکنم مردم دخترشی مردن شد خب نبیره من ده همونجا ما دیگه حتی اینا دو تاشینی محکم کردن همجوری ما تماما ما را یکم رفته نمیتونیم در دو خودت قدر نمیتونیم. انسان وقتی که میمیره وای روح انسان همیشه زنده درگشت همیشه حرکت میکنه چیکار میکنه درگشت وای روحی در عالمی روح میره میگرده. خوخر اپوزیسیا گرفت یا آفریقا اپوزیسیا گرفت لانگر اپوزیسیا گرفت نوک اپوزیسیا گرفت. این گپوشمش نادرست است غیر سود کارنده کار کرده ما. خب برادرای عزیز این دهه باغ میری یا معروف به заповедник در جماعتی دهات رامیتی شهر وحدت و از پشت یک عریضه از پای یک عریضه ما آمدیم اینجا جای جمعیتی جای نمازگذاری مسجد دهه و از روی مسئولیت ما را اینجا انتظارن. خب این جایی که مردم خودش را آباد کرده است و این برادرها ما را انتظارن. салом алейкум бародаро. шумо моро интизор будем? шумо ариза кардем ба далери мамолӣ? набошам ман метавонам ки як суҳбат кунам вақти зиёди шуморо ҳам нагирам ки мода кӯтоҳ бигӯем ки ман ариза карда шинос шудагиам. шумо метавонед кардем ва ҳама аксу видеоҳое ки роӣ кардем шинос шудагиам бо як бор дига барои бинандаҳо шарҳ кунем ки чӣ воқеа аст ва шумо барои чӣ журналиста ҷустуҷӯ кардем. ки метавонад сар кунад гап занад? ки гап мезанад? خب کلانتر نباشه. شما نامتون چیست؟ نام اودینف عبدالرحیم. خب اکی عبدالرحیم شما اول تو بعد گپ بزنیم نباشه. بابا خانم شمس‌الدین اینجا دامولا بود یک تا. شما بودین دامولای ده ها؟ ها دامولای موقتی. بله. رئیس محله کجا است؟ کی؟ کی شما؟ شما یاردمچی. رئیس محله کجا است؟ بعد کار رئیس محله را حجت گذاریش کی کرده است؟ حجت گذاریش من. مسئله چی است؟ یعنی پرابلم چی است در این دهه که شما به ژورنالیست مراجعت کردید؟ پرابلم ما نمو راهو گورستان. چی است راهو گورستان چون چی مشکل دارد؟ مشکلی داره که راه گورستان قدیمی را از طرف همه بیاسفیر محکم کردگیان. از طرف کجا؟ بیاسفیر خب همه بیاسفیر از طرف بیاسفیر محکم کردگیان. بر راهی همه راهی و یا راهی همه خلق به چراگاه محکم کردگیان. خب ببینید این کارخانه زیرتابه کجا است؟ کجا را نگاه میکنه؟ این وزارت خارجه جنگل. خارجه جنگل. راهبریتش به دست کی است؟ کی راهبر اینجاست؟ راهبرش محمود حمایدین. حمایدین از کجا است حمایدین؟ از همه سویت کشلق رومی. کجا؟ روشان؟ خوشان. چند قدر شما بالا پایین؟ 6 کیلومتر. از شما با اون نفر صحبت کردین یکم بار که چطور راهی ممنوع یعنی آرامگاه ما را محکم کردین؟ صحبت کردیم. چی میگه؟ من با عبدالرحیم من صادقی ما همه آخران همه مناسبت که بردیم معلم داموجا گور کردیم رئیس همین محله جمعه خیلی یاردم کرد با رئیس شهر
یعنی معلم هم حتی مردش نموند که گور کنه نموندن و یا بر رئیس یا رئیس ما قطعی همه معاون رئیس شهر مرد یاردم کردم ما مردمون بردیم اونجا با گور کردیم چند اخیران مرده شما کی بود ماه اوگوست اولی اوگوست آخر ایول 28 ایول چقدر یعنی بگو مگو کردین در چند ساعت بعد براشون و از تلفن کردن اینو دیرکتور ای پایان 4 نفر اومد پیشرای ما برآمد که اینجا رئیس ما رو یاردم کرد رئیس خطی معاون رئیس شهر بعد ویار برو وردن بعد ما مردمون بردیم اولی خدای نکرده اگر یگون کسی دیگه از دنیا بگذره چی کار میکنین شما برای که آرامگاه‌های رومی تنگ جا ندارن شما خلق بسیار و یا میگن که شما آرامگاه داره آرامگاهتون گیره موضوعتون اونجا بکنید یعنی شما را هادی میگن که آرامگاه دیگرتون باید رومیت برین دیگه برای ولی رومیت میگه که تنگ است شما از خودتون بگو اجازه نمیتونم برای چی باید داشته باشه برای چی که اگه که ما هر سال اومدگیم هر که با قشلوقش رو با مرزش برا مستوگای خیلی نیست ولی عجیبیش این که بابای دوملو کنی شما بابای دوملو دین اسلام در همین مورد چی میگه در این مورد وقتی که میسوگریم تاریخی این میسوگریم امی شهیدان این دین اسلام باید که هیچ وقت دادری وای محاصراتای چیزی را میسوگریم حیوانات سر نتی در اونجا باید هوی باشه اونجا برعکس ما رو باید یاردم کنم یعنی داخل قبرستان اینا خود حیوان راه دادگن در بالای مرده ها اطراف گوریستان با چی محکم کردگن وقتی که مثلا عید و ایام میشد یعنی در عید رمضان و قربان مردم باید برای زیارت باید دعا فاتحه چی گپ میشه با دردی شما مرده نمیمونم اونجا برداری نمیتونیم دادری وای مساعته که وقتی گوازای ما تو حاضر هر هر مورد نمیمونم چند سال شد محکم کردن این 5 سال شده است 5 سال شده است در حدودی که محکم کردنی حاضرشون 1 سال شده است که همین آرامگاه محکم کردیم رارم محکم کردیم برای شما بعدی پرومده میره شو گیریم بلندی که شو گیریم گو حیوان گشتنش قیمتر خیلی بلنده وقتی که همین آرامگاه شما را محکم میکردن با مردم یگون مصلحت مجلس شد یا نه یگون جمع نه ما شد ما پیش رفتیم نگیم گردن ندادم مورد گفتن که شما کجای مراجعت میکنید و کجای مراجعت میکنه که نگفتم شما در کجا مراجعت کردین توی وقت با کجا مراجعت همین بالایی پروکراتور نوشتین چی جواب شد از طرف پروکراتور نوشتگیم رئیس شهر مونده نوشتگیم انا چی دستگاه پرزیدنت نوشتگیم جوابا چی ان جوابا هیچ محکمه چی نکردن تو جایی که من خبر دارم بچه‌های ضد فساد یعنی بچه‌های کروپسیا چی نتیجه ایده آمده بودن اومدن سپارش دادن کمیته زمینه که رفتم اومدن گفتم ما اوی میکنه به نزدیکی اوی نکردم رفتن دیگه همین اخیران بچهای کمیته زمین کی اومدن که گفتن هوی میکنه گورستان بود نه که روز چه نمیدونم گفتن که هوی میکنیم نتیجه همیشه دادن که باید گورستان اوی شود نباید راه اوی شود این راه نبده راه نادرست راه ها اینا اوی شود رفته با همش من شد دیگه مسئله خب گورستان که حالی دردش زیاد ما میریم باز یک بار در الهیدگی مسئله چراگاه گاو و چاروا ده با گاو و مال زیب داره چیکار میکنین شما کی میتونه با اون کس دیگه با گاو زند بغیر بر با کی برای کی راهی که حاضر همه چاروا میرد حاضر میریم با میبینیم همونجا خب راهی چاروا رو محکم کردن راه حاضر موافق نیست همون چاروا دا چند تا گاو غلطیدن همونجا لوی میشد من این همه حاضر خودم من مالبان بودم یک هفته پیش بارون و برف بود من خودم غلطیدم من پام در راسیه شکستگی غلطیدم با پام مایم شد راه موافق نیست نه گاو دا نه همون چراگاه دارن مثل علف درو دارن مردم زندگی قشلاق خوب قشلاق اول هزم جمع میکنین بعد برای هزم جمع کردن برای مال چرانه شما پول میتونید که به پول ما وقت شده تو همین سال ندادیم خب پول هزم میدادیم همین سال دیگه سال میدادیم پول علف میدادیم پول مال میدادیم پول گاو میدادیم پول سیالف چکری میدادیم چند سوم از در جمع یک اویله در یک سال در یک اویله هر خیل مثال خب اویله است 100 سومون 120 سومون تا 300 سومون دادگی بریوازش با شما این کارخانه یگون چک کیتانس میداد یگون چی نمیداد یگون چی نمیداد ما به هیچی همه خیل میگرفتن کیسه خچوندا ما به هیچی یگون کاغذ نمیدادم حالی این سال دیگه از شما پول نگرفتن سبب شد چی میدونین که چرا نگرفتن این سال سبب شد اینکه ما کروپسیا نوشتگی بودیم کروپسیا اومد گفت کو کردن نه همش اخبارات گرفتم ما دیگه
талаб накардам мода ухадига. Не талаб кардан, чо талаб кардан. Омадан. Як каса гап задан ки мисол мода ҳамисол пули гов мол ке. Кира гуфтан як каса? Ин магазинчи ҳамиҷа вай дорем ҳамиҷада. Ҳавай гуфтия, гуфтае ки ака ҳуҷҷатгузорӣ ку мо пул меспорем. Гуфтае ҳуҷҷатгузорӣ мо наметавонем кара. Чизе ки ғайри қонуне чӣ хел мо пул кием? Чӣ хел ин ягон ҷода неста ин. ҳамин оромгоҳ дуруст аст ки дар ҳамин замон дар ҳамин хел мо беоромгоҳ бисёр рӯи ҳама гӯристонӣ наравем дуо хотиҳам накунем ҳаста ягон ҷода. Барои ин мардаме ки ҳоли 10 нафар 20 нафар хоҷагӣ бошем хай мегем мегирем мурзамон як ҷо мере лекин 100 хоҷагӣ ин медонӣ чӣ қадар аст? 100 хоҷагӣ ҳоли беоромгоҳ. ҷамоат замини нав ҷудо накард барои шумо? ҳамино бояд ҷудо мекарданд. омадагӣ будан комитаи замини райони ваҳдат омадагӣ дидан гуфтан дар ҳақиқат ҳамино ҷудо карда дода шуд пеши рай мо буромдесан ино моро намемонанд ки мо шумо ҳамчун домуло ягон вақт рафта насиҳат аз қуръону аз ҳадис гап назадем шумо? медонанд. акун мо аз ино гап мезанем мега ки ҳар як кас оли мисол гирем чизи худуш хати рафтор кунад вазифата вазифа худ кор дошта. охи вазифаи домуло аст ки аз дини ислом гап занад. медонам мо дар ин ҳолат мисол гирем мо хати вай гуфти шуниди ина карди мисол гирем вай мисол гирем ина қабул намекунам мега ки куҷое ки мерем шумо кудом идора меред даъво гуфтан гирем мо куҷое ки рем даъвои моро ягон кас напурсад ин чиз накунад идораи дохилӣ да муроҷиат кунед ки мо муроҷиат кардем то ҳозира мо ягон натиҷа нест. вақте ки ҳамин ҳудуде ки ҳамино говаз ҷой кардагиан чиз кардагиан 50 гектар аст 57 гектар ҷудо кардаги аҳолинишин деҳаи мо қимият додаги аст дар ҷа аҳоли ҷое ки ино маҳкам кардаган ҳозир дар ҳудуди аҳолинишин аст. дар наздикии мо қишлоқ бояд набояд хеле боша ин бояд аймо дур боша шароит дора ҳамин резервет кушта бисёр дора дара дора бояд ҳамонҷо буранд ина айхал бояд дур боша 3 километр. ки бо чӣ гуфта метавонад ба ғайр аз баҳси чорво чӣ масъала буд ки шумо гап безанед чӣ масъалаи молда чӣ фикр доред шумо? сиркои гуфтан дига тарафон биё дар ҷо шумо мекунам дар ҳамин резервете шумо мегӯем ба ивазаш ҷо мекунам пул мегиранд чӣ мегиранд? пул мегиранд бепул чӣ хел ҷо мекунам моли чорвои шуморо раҳ наметиҳанд дар ҷо? чорвои моро раҳ метиҳанд вақти шуда пулакӣ буд ҳамин сол бепул шуд пулша нагирифтан коррупсия омад ков кард дига одама яъне оное ки дига ҷо рама меоранд гусандошуна ман ҳамин сол як ташман кардам ҳамон рӯзе ки мурда буд ҷаноза буд гуфт ки 10,000 ду мода доданд 2 моҳи дига бо 10,000 гуфтам ҳуҷҷатото бурор чӣ додиган то гуфт беҳуҷҷат сомонӣ 10,000 сомон дар 2 моҳи дига бо 10 дига талаб. ҳол бубинед ки рақамҳои ягон нафар аз ҳамин ҷо дорад рақам дорен аз раисаш аз муовинаш рақами телефон ягон кас дорад? рақами телефон мода нест нест ки шумода ҳаст ё не ягон кас ҳаст мехоҳам як бор ман занги телефонӣ кунам катишон хуб давраи шӯравида ки инҷа хуб мебинед ки сину солда ҳама давраи шӯравӣ зиндагӣ кардед ҳоли бобо аз шумо мехоҳам пурсам ҳамчун муовин давраи шӯравӣ вазъият чӣ хел буд? давраи шӯравӣ вазъият нағд буд корхонаҳо кор мекарданд вай мекарданд халқам ҳама рӯз ба рӯзи алафай эзимай мол дора ҳамин хел мамнунгоҳ буд давраи шӯравида ё не? дар давраи шӯравӣ мамнунгоҳ буд. бале хоб дар мамнунгоҳ вай зиндагӣ кардан фаҳмидем чарондани мол рафтан омадан ино ҳамаш ман буд ҳамин буд ҳамин мамнунгоҳ чанд километр дур аз шумо чанд километр аз шумо дур буд ҳамин мамнунгоҳ дар мамнунгоҳ чарондани чорво не шумо яъне оромгоҳа дар назар дорем не мазора дар назар дорем ҳама дар давраи ҳама шӯравӣ не ки ҳама дар гур мекарданд мурдоҳошона не инаи маҳкам набуд ҳамин заповедник ки шумо гуфтесен ман ҳаминро дар назар дорам давраи шӯравида буд ё не ҳамин заповедник буд мумкин набуд дар заповедник зиндагӣ кардан ин кардан ҳозир резервет гирифтига ина резервет лекин мурдоро гур мекарданд резервета зиндагӣ кардан мумкин аст чарогоҳ кардан мумкин аст занбур кардан унда кишту кор кардан боғдорӣ кардан ҳамаш мумкин аст гӯристонӣ ҳам мумкин аст резерведа ҳар як аҳолинишин мо 5 қишлоқем не ки мо тоқа 5та бояд дар ҳудуди худаш чарогоҳ дошта бошад боғдорӣ дошта бошад кишту кор дошта бошад ҳукумати шӯравӣ ба ҳамун динситезиш
حتی اجازه میداد که شما مردهاتون را گور کنید هادی دیگه نوخی ها گور میکنن هادی نمیمونن دیگه هم وقت در دوره حکومت سویتی آخه که گور میکنن من راجع احیار ایافرک آوردن برای گوچرانیتون در شوروی پول میگرفتن از کوه صحرا دوره شوروی در دوره شوروی جزپای نگون بالا نمیچرون در دوره شوروی ما اهالیمون کم بود حاجی زیاد شدیم تاجیکستان در دوره شوروی 5 میلیون بود حاجی 10 میلیون رفته است شاید تمام شما را از اینجا بکوچونن این فکر چخیل است مردم از اینجا با پرگی بکوچونن همین خیلی زندگی باشه کوچونه خوبتره همین خیلی آرامگاه نباشه کشت کار نباشه با گاو نکنم مال نکنم من اگجا میخرم میگرم کوچونه و خوبه مداقه که همین جوری گرفتن هم خیلی محکم کردن ولی یک جمله در جمع کی میتونه در اون مراجعت شما را برسونه به نماینده هایی که در مقامات های نظامی و تفتیشاتی کار میکنن به نفری که این ویدیو را میبینه یک مراجعت نامه در یک جمله در آخر بگین بعد من در آلاهیدگی با یک نفر میرم همون مزار را یک بار میبینم کی میتونه بگه بابای داملا چی میگن شما خواهش شما از بچه‌ها یکم آرامگاهتون را بکشوین آرامگاه رو کشوین آرامگاه رو کشوین را کشوین زمینای خاکی را کشوین زمینای خلقی چیه؟ زمینای خاکی نمیدونم حالی باغای خلق هم گرفته گن حالی در باغای خلق شما چند سو میتین وقتی که مردم خودش برای باغ خودش کشت و کار کنن حاضر یگم سوم نمیتیم حاضر محکمش داشتم پیش با همین رزرو باغدارا دیگه قشاقات هم هست همین باغا شرطنامه داره همین باغدارا هم شرطنامه داشتن در همین در سال حالی باغاتون با پورگی گرفتگی است چند کس همونجا باغ داشت خیلی یگم 20 تا 30 تا هم خیلی 47 کس باغ داشت حالی همش گرفتگی است همه به باغ موندگی یکم مزار دوم باغ سیوم راهی چی است راهی چوروا رای خلق خلق با کوه میرفت توسط او با من طلب میکنن که راهمان چراگاه ما در مملکتی آزاد صاف و باغبار زندگی داریم لیکن همین دستگیر کنم را شما چی گفتن این اخیروندا دستگیری کنم شما من چی گفتم که در همین چراگاه رای چراگاه ما روی کنن رای علفدرای ما روی کنن رای گوریستانی را باغایی که میگن غیر قانونی است 30 سال باغداری کردن مردم را کشوین این در یگم دنیا در همه تاجیکستان همه آزادی رفته است همه آزادی رفته است فقط همه بیاسفری رایون وحدت شهر وحدت 40 کیلومتر این نمیدونم چه خیلی وظیفه داره چی وای داره این تماما در یگم نه در کنستیتوسیون توگری میبینه نه در قانون توگری میبینه نه در اسلام در یگم چی توگری نمیبینه کار اینو کرده است بود که زمین آبدار و چیزا رو همه به خلق داده شد و باغداری کنند زندگی خلق از بین برای همین همش است کنند دیگه سلامت باشین هادی با من یک نفر میتونه آرامگاه بره کی را انتخاب میکنه که تیم آرامگاه بره برای که بچه‌ای که این ویدیو رو میبینین وضعیت همین خیلی که اگر گفتن که همچون ژورنالیست ما با آرامگاه بریم یا همچون نماینده از دوشنبه بریم حتما میگن که مرامت دروی نگون مشکل نیست دروی دو فوتیا کنید ولی گفتن که وقتی که هم تو برای دو فوتیا رایم اگر معرفی نکنیم اجازه نمیشه همین خیلی گفتن کی کتیما یک نفر رود یک نفر گفت که کتیما رو هم آرامگاه من میخوام که بگم که ما برای دو فوتیا اومدیم اینجا که ببینیم که ما اجازه میتین یا نه هم تو از براسی خودمون ما سنجش میگذرونیم کی میرد که یک نفر دیگه هم همینجا انتظار شد یک کس دو کاسه خیلی ببین بابا خودت ماشین میگیره هیچ نمیکنه چی حقارت میکنه دیگه وقتا حقارت میکنه آقاتو نشون توقی بغور اول برای ما آرامگاه مهمتر است باغ آرامگاه در یک جا هر دش در بیا یک نفر کتیما بره یک نفر کی میره خب ما الان دو نفر حقارت میکنه با میترسم اوه برای چی میترسم اینا پیش کامera من گاز دارین میبینن من میترسم من لیش نمیرم اونجا کی میترسین و اینجا رئیس و گاندان اینو میبرن سود میکنه هر کار میکنه حالا اینا گپاتون گفته سین گفته است زبط کنن این قانون اینا
اینو نمیدونن اینا با اونجا دا چه حس میکنن من وای نمیفهمم نمیدونم این قانون اینا نمیدونن بابای دوملو بابای دوملو ای خدا بترسم یا بندش خدا از بندش هیچ کس باید نترسم پس چرا هیچ کس کتی من نمیره نباشم الهی خودش باشه دست کسی داره دلوار نمیشه درست دیگه بچه هیچ کس کتی من نمیره یعنی وقتی که یک ژورنالیست از دوشنبه میاد با عریضه شما نمیره یک سال شده گفته است دیگه همه قومدان تفتیشات کردن هیچ کاری نشدن اولم گشتن اولم هم دیگهشون بو کار کردن با هم که گشته شدن منو شما با قوای خلق باور ندارین دیگه دیگه چیز من گشت درست مردم هم خسته شدن یک سال قانون دولت این پایمال کردن حالا ببینین ما مسئله زمین 8 9 اومدن پرسیدن دکومنت همش تیار کردن دستور سپردن میگن یگان چه معلومات مسئله زمین درست خوب بحثش الهیده مسئله چراگاه الهیده ولی آرامگاه مردم یعنی مزار مردم محکم کرد راه و آرامگاه مردم بیا دو کس را وقت کتیم تمام دو کس ما مسلمانیم ای باید آرامگاه ما ولی چطوری بکنیاد شروع رو کیش رو میگیم کدومتر خیلی از خود یادم مسلم هم چشمم در کرده بزرگ هم میکردم من خیزم روم شما نیستی تو پاکستانی این خیلی زیر وقتی کی دو نفر دو نفر کلام من با خدا چه کردم دلوار نمیشیم با خدا میرم من بترسم نه شما گپ نزنید من میگم که ما همینجا یک گذشتگیم در همینجا خوب است من میخوام الان میگم فلان آدم اومد خطیش الان بعد سر میشه لازم نیست احولی با چرا اینا ببینن گپاتون همش من میمونم اینا گپاتون میمونم میبینم یا ما رفتیم چند گپ گفتن اینا گفتن که اینا چیان او باشن اینا بسیار گپ آدمایی که نمیفهمن برد یک هیچ چیز تو میکنن خب مردمی که این ویدیو را میبینین ما شرمنده تونم یا تون باشه یک ماه پیش پیشروی فروشنده سلطان کبیر منم در همین حال افتیده بودم که گفتن که پتنت داریم و شبکه پلی داریم و وقتی که رفتم مردم همه این آواز من اومدم اینجا کتی من یک کس دو کس نمیره کی میرد من از دوشنبه خیسته پیش شما اومدم خیلی یک گورستانی میرین تمام دو نفر شما میرین نه کی قاور میکنه شما قاور کنین نه آمد ما قاور کندیم نموندن ما همین قاور اخیر کندن ده نموندن تو نه هم پیش دروازه بریم که بار ببینیم که ما را رحمت یا نه سلامت باشین ما اینا 3 نفر را یافتیم خدا را شکر میریم خب در مورد وقتی قاور کنه از شما پویسکا برای شما پویسکا اومدن پیش اون سیام کردم ما پیش بدم با یه همسویم اینا گورکان بودن 2 نفر دیگه بود فرزند همین همسویا و اومدن هر چند کردن که ما را گردن ندادن که بره این برو اومد ایدری گور گشته بیا گشته رئیس اومد بیا برو ور گفت که ای بالا سپوریشه که برو گورشون مرزشون رو گور میکنن انا بعد این با چسکوی خونی من اومد که ای رو شما عرضه دادگان چه عریضه نوشته چون همینجا نوشتگان چون همه آدم نوشتگی فامیلش هست جای استقامت تلفنش نیست کیو فامیلش چی فست فامیلش داد خدای گفتگی من گفتم او آدم یا بعد شما رفتن و چسکوی من نرفتم گفتم داد شما چی اینا گفتم همه آدم ارزه نویسان رو بیار با ما چی کنو کردیم برای قاور کندگیتون هم با شما را آی خدای من حالا یک بار میریم نباشم با ادامهش این همون منطقه راه هست وای منطقه حاضره این پیشتر این راهی پیشتر این اینجا سیمتور کارگی محکم است دیگه ایتا هیچ که درآمد نمیتونه اوخی سیمتور هم سخت نیست اگر اون کس بگیره بدره چی این با پیش با محکمه پیش دین خطره این راه چه مشکل داره این رای انا که نام دوجامونه لوی میشه بالان دا کوهای که برونده ادی رفتم حالا میرم نوشم آرامگاه رئیس پرزیدنسی هم برای هم بالا گورستان میگن چی میکنین؟ دو فوتی آمدیم بگو دو فوتی هم میکنین اونجا بچه ها میگه رفتم کردم ما گاز رفتیم چی نام داره کن؟ سلام علیکم اکا شما خوبه نکه همونی نازنین تونجین سلامت باشین ما همین از دوشنبه آمدم یک شهروند همینجا یک تا بابا کلون من خوب است من گفتم با اجازه همین یک چند تا پیری دیه رو آوردن خاورکنو رو برو که تونه برمدن نشون تنیا بر دو فوت کنم همون کارو که من افهم که با زفاید نگوره محکم کردیم چی در بوشون نفهمیدم
Dışam, hoppa çı. Babay kurban ha. Hay babam ayakı baba kalanı babam yani pederim. İsoli açtı ne? Hamaş ha sen همین مردم که همینجا اینو بچه یاش بودن اون وقت میگن میدونیم میشناسن مردم هر وقتی که داش ما برزنگ میزنه خدا کلونه خب ایدو ایوم دا چی میشه رمضان قربان دین من میخوام بیام هر رمضان ها رمضان قربان دا نمیشم بچه به این اخیر گفتی که ایدا دور چند کار کنه مردم ایدو قربان رمضان اومده اخیر اجازه میگیرن داونو محکم شده تا اینا می کارو محکم شده که oromgora bu Canob yolu چه برآمد کنه اول میگه oromgo'تون تازه کنه نگاه کنه مثلا درجه ما اینا با همین خاطر خیس هم اومدم اونجا که یگم خارجیان بیای بینه که همین تاجیک oromgoh داشته وای وای هم میگه که همین خیلی مزاراتون تازه نگاه کنه همین امروز ما نداریم ما ممکن نیست رامید بودن نه اینجا سر میشه این همون کاره هم oromgo'ی قدیمه بای امک میگه که 89 هیچ مرده گور کردگی نیستن صورتی منو میگه ها آور تلفن است آور تلفن است خودش که اومدن گرام کامون تلفن بود نه گرام کامون مردم هم بفهمم اکای امیدین من دلیر ممالی ژورنالیستم اکا جان و خواستم برای معین کردن اینکه واقعا با مردم با آرامگاهش با واسطه میداره یا به واسطه راه آزاد دارن خواستم این وضعیت معین کنم و فهمیدم که با واسطه میدارم یعنی باید با کسی زنگ زنن از کسی اجازه پرسن گوشت برادر جانم فهمیدم که تو خود کارگری دولت چه مقصد کتیمونگی حالا دیگه کتیمونگی یون خبری خود درجی باش دیگه است با وزیرانو عملیات ساخت نمیتونم خب دلیری ممالی من دلیر ممالی ژورنالیست بله نفهمیدم حتما برسونه که مردم آرامگاهش جهاد ممنونگاه کردگن و مردم وارد شده نمیتونه به آرامگاهش همین را برسونه نه بعد مردم چخه بالای مزارش مثلا چاروا سر میتین این برای من جالب برای خود جالب این برای خود جالب بودش این مردم در بالا همین مزار چراگاه داشت وقتش ده بعد از این یک چیز دیگه میپرسم تمام شما کجا میخواین زنگ زنین مایلش لیکن میخوام فهمم که مردم از مرده شده در کجا گور کنه همیشه ورد اگر خدای نکرده کسی بمیره آخه این ده باید خودش داشته شو میگه که رامی جاش تنگه نه در این همین ده کجاش گوریستان هم یک بار رفته ببینم برادر شما مردم اینجا ده با گوریستان دارین؟ با گوریستان دارین؟ گوریستان با هم خیلی از جنگلی دیگه در اوج ایگم که گور کردگن چند متر پایونه؟ چند متر پایونه است؟ این همیشه این باید این جنگل اونجا اجازه هست گور کردن؟ اونجا اجازه چیگم با هوایی هم همه رزروت هست اونجا هم رزروت هست؟ اونجا هم رزروت هم میگن برادر جان کو؟ آخی همه گفته زندگی ما سال 1984 در میشه کار میکنم خب اینا یگان خیلی کالکان نبودن مرد گورکدام نبودن اینا نه فایلوژن کالکان مرد نه برای ما فرق نداره دیگه اینا کیان ولی برای ما همین عریضه آمدگی است که یعنی مردم مزار ندارن مردشون کجا گور کنن تمام امیرا میخوام فهمم که برداشتن همین گفتم تکو چندین آدم مردگی هم برده در امید گور کردن مردمی رومی دعوا کرده است که مزار ما نه مردمی رومی دعوا کرده که مزار ما تنگه برین دیگه در دههای خودتون گور کنیم میگه پا اوسونه گپ دروغه این رومی نمیره ندارن درجه گور میکنن درونی رومی مرکزی رومی در همین مزار گور میکنن اوه همین یک خاراکتریشی داره سیاسی داره میخوان کارخانه کلیت کنن اخینو ما با کلیت کردن کارخانه هیچ وقت طرفدار نیستم ولی همین مردم هم میگن که این اخیران یک معلم مرد با واسطه بازی توسط معاون رئیس ناحیه میگه راه یافتیم گور کردیم معلمه که در همینجا کار کرده از خودش در روز 35 تا گواز بخارایی نگرده این قرار حکومت تاجیکستان خیلی برداشت نگه من کارایی نیست میره بعد در قرار حکومت برامد طلباتش
талаб мекунад бо анҷомиши вазифаи кор. ما البته برای همین حکومت و ملت خدمت میکنیم، لیکن میخوام فهم که در وقتی که همون قرار برآمد امکان نبود که همین مزار از همین خریطه بیرون کنن. اطرافش کاری دعوت کاری ما نیستن. این مزور که نو پیدا شده، این مزور که گویی هزار ساله ها پیش آید. درست است. که سال 1950 دفعه دیکتاتور شد. آها. اینجا الان کس نمیتونست درآمد. اون سال 1982 گفتی خودت. اینجا پروتست که درآمد مردم. اما کپری بود که ساعت 6 بیگا خسته نشد، ساعت 8 ساعت شده میشه. اینجا خاوری نو نیست دیگه. چند سال شد خاوری نو نیست اینجا؟ چند سال این خاوری که نو اومده ببینم 4 سال 5 سال اخیر از 4-5 سال اخیر خاوری نو پیدا شده. انا که با فکر شما آخرین چیزی که من میخوام پرسم، آیا امکان نداره که ما از نو پیشنهاد کنیم و در هم قرار تغییرات وارد شد که همین آرامگاه از خریطه بیرون شود و با مردم گردانده شود؟ امکان نداره این چیز؟ من ایشه نمیدونم. اینو حال من یور دهو برگزون که حکومت امروزیت که پرابلمتون حکومت حل کنم من طرفدار شما. لیکن یو گریستن بوله من افسانه نوشتم. من یک سال دوست کشید مرا از یه خدر فشار آوردن مرا دیگه تصویر چی گفته بتونم. میگن که بچهای ضد فساد یعنی بچهای کروپسیا یک حلنامه برآورده بودن که به منفعت خلق بود. او چی حلنامه بود؟ حلنامه شما با منفعت همینو که در وقتش همین خیلی بنیاد چی دیگه سوال که اما قراردادشون در زیر فشار در دوره اپوزیسیون گرفته بودن. همین خیلی از برادر عزیز در دوره اپوزیسیون گرفته این قرار شما. قرار همین مزار. این همی آرامگاه این همی کنه این وجود گروه اینا 15-16 نفر همین آدم خودش اپوزیسیون کی در وقت اپوزیسیون بیا اپوزیسیون را بحث شما نمیکن. گروه نو آمدن نشون تنه که گروه اپوزیسیون آدم امروز قانون نگاه قانون شما که نگاه میزنی قطعی اختیار شدن بیا اکجا من نمیخوام دیگه بحث اپوزیسیون کنم. میخوام کشتن تلفنو قانون دیوان وزیران قطعی دیگه ما قدیره دادیم. هر خلادم در این زمین متن کاخر اپوزیسیون گرفت، یافرک اپوزیسیون گرفت، لانگر اپوزیسیون گرفت، نوک اپوزیسیون گرفت. این گپاش همش نادرست است. غیر سود کارنده کار خلادم ها. هم از قارستانی نو آمدن نشون تن تمام مزاری نو نشون تن همون چیزای نو. بیا گروه نو نشون تن تمام بیا اکا شما گروه نو نشون تن تمام میرم که همین اثبات شد که اینجا گروه نو هست. دوری بعد گروه نو کاوزی میگه گروهی که 5 سال اخیر پیدا شده است. همین قاره‌ای که شما میکندین. نه من قاره ما میکندیم. قاره شما میکند. حالا بالا یادت آهو میگرده. این همش قاره اینا بود. این همین قاره. چرا شما اطرافش با چی گرفتین؟ یعنی سیمتور گرفتین. این برای کی چهارم نداره دروش؟ این قاره کدام ساله؟ این به همین نزدیکی‌ها. قاره شما کندگی. این شم من نمیاری ختم. ها؟ یا بچه خدود. بچه هم همینجا گور شد. نه بچه نیست. ولی مثل خوش رو با صورت ما بگی که. ولی با حضور مثل با بگی. برادرتون قاری معلوم کجا است؟ بیا این همین ما ایون دگمان بیا. نمیشد که اکا نمیشد که درون مزار ده ما این همین خیلی با یک نقطه دیگر را معین کنیم گرچه سیمتور بگیریم و مردم گور کنند این دیگه اطرافش بمونه دیگه برای مردم برای اضافه بینیم. خیلی پیشنهاد شده بود اصلا. چه قبول کنید پیشنهاد کی بود از کارخانه یا مردم؟ معمولا چیزی کمیته زمینی چیز آمده بود. آها. ریپوبلیکانس میگم. آها. هم خیلی پیشنهاد کردن من بخوام. که داخلش ده یک تا سیمتور بگیرن مزار معین شد. چند کنم اصلا انجا بسیار رای مردم من با دیگر مخصوص دیگه. خب ما هم آرامگاه معلم را میکنیم که معلمی که در اینجا خدمت کرد ولی برای گور کردنش واسطه بازی که معلم گور کردن تو معاون رئیس نوری حتی دو تا گور است اینجا سه تا یک تاش نویرش های آها یک تاش همو پدر شد معلم خودش معلم خودش
کدامش گوری معلم است همون معلم هم با واسطه شما وارد کردن اینجا ها خیلی که خودشون چیز کردن نموندن مونا همه چیز شد جلوش نموندن مونا شب موندیم برفته توگای سری آمدیم یا بل زدیم بیگاه در میجه بدیان توگای سری همه چیز ساعت 6 آمدن نخی الان ساعت 6 آمدن نموندن مونا بل کلمر مونا گریستم فردودن اون نمیکنه مبروز سوست دل میکنم کی گفت همین گپ را خیلی ایامیدین گفت خیامیدین نام داشتن نه خیلی من نه کی گفت که سود میکنم ایمو کارخانه اومده داخل در سر گوری معلم یک دعا فاتحه میخونه و برای جمع گذشته های این مزارات خدا کند که حقیقت در کجای باشد نمیدونم حقیقت دست مقامات است دست حکومت است دست رزروات است یا دست مردم حق به حقدار برسد این برادرم وظیفه‌شون اجرا میکنن سپارش راهبرشون که از ما باید عکس بگیرن باشه دیگه ما اگه آدمی پوشیده نیستیم آشکارایم شبکه‌های خودمون داریم سلامت باشین برادر جان زنده باشین باید اونو بخوام فهم که همین خواهیم نخواهیم این سیاره ما دیگه همش مزار شده است یعنی آدم اینجا مردگی است گوریستان از نو بعد چند سال دوباره با میشد که انسانیت کار کنه استفاده بره اگر انسان گروندگی در اونجا نباشند 40 سال پس وای از ذکری چیز میشه زمین میمونه در حالت چیزش چی میشه که مثلا گریم اگر گوره که در اونجا نو گروندگی باشه از نزد وای 25 متر یا که 40 متر دور چیکار کردن در کار گرفته با مساحت وی بو چیکار کردن دوام دادن در کار از این میبرد که داخل اون گورستان میشد که سیمتور بگیریم یک گورستان نوی دیگه جدا کنیم قسمتش که از 40 سال زیاد شده است استفاده برن میشه قسمت نو شد 25 متر سیمتور بگیریم مزار نو استفاده شد داخل مزار همین پیشنهاد شما دادین یک اونجا که داخل اون یک مزار نو پیدا شد با سیمتور داخل وای در مزار نو پیدا شدنش همین که وای انسان وقتی که میمیره وای روح انسان همیشه زنده در گشت همیشه حرکت میکنه چیکار میکنه در گشت وای روحی در عالمی روح میگرده نگاه نکرده با سال با 40 سال و 50 سال اما نه اكو 40 سال 50 سال وای نگاه کردن نمیگره انسان وقتی که مرد حیاتش در اون طرف همیشه چیه ولی بعد از 40 سال امکان هست که گوری نو جدا کرده 25 متر یا که چیز کردن مثلا گریم هست ای در حالتی که نو گروندگی باشه تو 40 سال نگذره نمیشه گوری نو با 25 متر دور میکنیم از گوری کهنه بله سلامت باشین بایدون باش دامان خدا خب البته با اجازه خود مادرها اینجا چند از مادرای ده هم جمع شدن و هر کسی که خواهش گپ داره من فقط گپ میزنم کی خواهش گپ دارم نداریم قبرستان نداریم گپمون نمینه قبرستان تو میگن که اینجا یعنی چی است ممکن نیست اپوید است چه زاپوید نیکای بود نموندن میگه از سال 50 و چند 60 چند دیگه مرده گور نمیکردن خب خب نبیرم من ده همونجا ما دیگه حتی اینا دو تلشینی محکم کردن همجوری ما تماما ما رو یکم رفتن میتونیم در دو خودت قدر نمیتونیم حال ما را با رئیسشون زنگ زده اجازه دادن که بدریم یعنی شما اگر بخوایم برین زنگ میزنن شاید اجازه میتونن تو که بدریم ما وقتی که همسایه مود ما را تماما اجازه ندادن ما هممون جای شدیم رفتیم در بالای منزل ایستادیم بعد با یک میلیتا آوردن ما کی آوردن بعد ما با جنگ جنجال خودمون ما همسایه را گراندیم همون معلم میگه شو خب میخواین که آرامگاه بکشم با کی چی دعوا داره مادرها که جا بدین از کامera دینه رفته نمیخواین گپ زدن میخوایم راه کنن و خیر راه دیدی چه خیلی بلندی کوتاه او راهی چیه راهی کوهروی تون است راهی کوهروی من با پیش اغلای من با پیش خونه من راهی که عدی میرفتیم ازمی آوردی الان سیمتوره که مدیرین پیش خونه شما به دادی محکم کردین شما راهی پیش خونه تون دیگه حق ندارین که بدرین برای که مثلا کوهروی کدوم راه کتی میرین چی مشکلی داره این راهی که شما در طرف جدا کردین یعنی تکتی برین مشکلی که کوتاه جان سفید خاک باران گشته نمیشه شما در ادیرا چی دارین که میخواین ادیر برین ادیرا خوش داریم آلوچه داریم ازوم داریم زیر کامی چی نمیبریم زندگی مون پیش میبریم برای همه این با پول دادن در کار میگن هیچ پول نمیتی او کارخانه در ساتسمی هر ماه میتین گفتن که هست وقتی پیش هر ماه ازوم اسپوردیم پولی گفته هزوم اسپوردن شما با جای پول با اینجا کسی هستن که پول میسپردن برای که مردکا گفتن که ما پول میسپردیم پول هم میسپردیم حالا آخران یک جمله کی میتونه بگه که طلب شما از نفری که این ویدیو را میبینن و خواهش شما چی است خواهش شما کمی در رحمون هوی کنه قبرستان من هوی کنه راه بکشن قبرستان بکشن شما همین چه جون با کمازو ازم بیارن ما ممکنه بده یک خر ازم رفتن
خانه کارخانه در کار میکنم و آدم خانه‌ش دیده با کم از ازم آوردگی نمیقدر ریختگی ما با خر میریم با پشتوره میریم با کوه برویم رویم خانه کی ده هیزم است خانه بچهای عودنبی دومادی همایدی همه که ما را قبول کردم چه پست ما خانه وایده کم از کتی هیزم با کم از ازم بردن فروختن شما دا ممکن نیست زندگی ای کدام حساب میگذره در دهه شما ای کدام چه خود میسون نگم ادزو این هاز اجازت نتیان اگر شما پول کتی بگم وای چیکار میکنی نیست کارخونه بعد ما کار کنم بچه‌تون زدن بچه‌م کرام زد اینو کیان اونو بچه الاسنیکو خوچاندو روا برای چی زدن بچه شما رو برای چی زدن دو چوی که گوده که من آورده به اجازت به اجازت زدن شونها کی بودی کار که زدن میالی دو مانشته زخم زیاد برداشته که سبک بود زد داد بیگونوگش زما گفته میبرویم پایان که مرو نموندن یعنی دعوا کنی رفتنی بودن ولی بچه‌تون ساز شد بچه‌م سازه میگه جام در میکنه زیرا هیچ عریضه ننویسین شما از بالا این نه خیر نموندن کی نموند عریضه بنویسین خیلی گفتن اگه داری همسایگی خیلی نکنی من نمیتونستم تو پایان تر رو و با یک هفته دو گزارش امروزمون رو به انجام میرسونیم کی میتونه برای ما یک اطلاعات قرآن کنه خودم میخونم نباشم خب سلامت باشین